سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه. با اصطلاحات و جملات بسیار کاربردی در خدمت هستم. 2 جمله بسیار کاربردی که حتما نیازت میشه. خب قبل هر چیزی حتما لایک و سابسکرایب یادت نره که ما به حمایت شما نیاز داریم. در ادامه با کلی پست جدید در خدمتتون خواهیم بود. خب بریم که یاد بگیریم. نگاه کن اولیشو. مجبورم نکن که بخندم. این ساختار مجبورم نکنه. حالا مجبورم نکن که حالا یه کاری کنم، مجبورم نکن که بخندم، یا هر کاری که انجام بدیم. خب بریم سراغ جملات خودمون. خب بریم سراغ ادامه درسمون. نگاه کن. Don't make me laugh. Don't make me laugh. مجبورم نکن که بخندم. Don't make me laugh. پس گفته مجبورم نکن که بخندم. Don't make me laugh. مجبورم نکن که بخندم. خب بریم سراغ اصطلاح بعدیمون. مجبورم نکن که ترکت کنم. خب نگاه کن. Don't make me باز ساختارمون رو آوردم. نگاه کن. leave you. مجبورم نکن که ترکت کنم. Don't make me leave you. مجبورم نکن ترکت کنم. پس این ساختار don't make me خیلی ساختار مهم و کاربردی هستش. حتما این ساختار رو یاد بگیرید. حالا من یک بار دیگه ازشون براتون تلفظ میکنم. Don't make me laugh. Don't make me leave you. مجبورم نکن که ترکت کنم آخریشم. خب حتما اینا رو یاد بگیرید. نکات بسیار مهمی هستن، مخصوصا حالا در جمله سازی ها و اینکه در مکالمه کردن ها مکالمات ضروری هستن. حتما اینا رو یاد بگیرید. لایک و سابسکرایب یادتون نره که ما به حمایت شما نیاز داریم.